أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله در سوره احزاب در آیه 5 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم و کان الله غفورا رحیما. الله میگوید آن کسانی را که شما فرزند خواند قرار دادید آنها را به پدرشان نسبت بدهید. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. این در حکم الله عادل ترین حکم می باشد. در نزد الله بهترین سخن می باشد که یک شخص را به پدرش نسبت دهید، به خودتان نسبت ندهید. مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کسانی بودند که یک شخصی را می گرفتند و می گفتند که فرزندی من است، می گفتند زید پسری احمد است. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم زید را فرزندخوان خود قرار داده بودند. وقتی که الله از این من کرد، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم زید ابن حارثه گفتند ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. پس از اینکه این آیت بیان شد، کسی از مسلمانان حق ندارد که کسی را فرزند خود قرار بدهد، نام نسبش را تبدیل بدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که من ادعى الى غیر ابیه و هو یعلم انه غیر ابیه فالجنة علیه حرام. هر کسی دعوی بکند که این پدری من بگوید در حالی که میدوند که او پدری اصلی او نیست، پس بهشت بر او حرام می شود. باید آن شخص هایی که سرپرستی کسی رو گرفتند و فرزند خان خود قرار دادند و نام نسبش را تبدیل دادند، باید به نسب خود برگردانند. و اینچنین یک شخص دیگر شخصی رو پدر میگوید و پدری خودش رو کناره میکند و نفرت میآورد، او از این حدیث با خبر باشد. الله میگوید ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و موالیکم. الله میگوید اگر پدرهای آنها را نمیدانید، پس این شخص ها برادرهای دینی شما بباشند و موالیکم، یعنی دوست یکدیگر هستید. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. الله میگوید مؤمن ها و مؤمن زن ها برادر و خواهر یکدیگر میباشند، یاور یکدیگر میباشند. حدیث وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه برگشتنی بودند، دختری حمزه که حمزه شهید گشته بودند، دختری حمزه از پسی پیامبر و صحابگان می دوید. سپس وقتی که علی رضی الله عنه، جعفر و زید ابن حارثه دیدن، هر سه آنها تلاش کردند، گفتند من سرپرستی دختری حمزه رو میگیرم. جعفر میگفت که این پسری دختری عمکی من است و خاله اش همسری من است، من حق دارتر هستم. علی میگفتند که من حق دارتر هستم و زید ابن حارثه میگفتند که من حق دارتر هستم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بین آنها داوری کردند و گفتند الخاله بمنزله الام. گفتند که خاله به منزله مادر است. به جعفر ابن ابو طالب دادند و سرپرستی این دختر را گرفت. سپس به علی گفتند برای خاطرش که شکسته شده بود که حق از جانب جعفر بود، گفتند انت منی و انا من، تو جزء از من هستی، من از جزء از تو هستم. گفتند و به جعفر گفتند تو اشبهت خلقی و خلقی، تو بر من مانند هستی و رفتار کردارت بر من مانند است. به زید گفتند که انت اخونا و مولانا، تو برادر دینی ما هستی و مولانا خیلی که الله گفته است فاخوانکم فی الدین و موالیکم، به یک دیگر یاور هستیم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. در دوام میاد الله میگوید که ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. الله میگوید پیش از حکم نازل شدن آن خطاهایی که کرده اید، این نام نسبش را بر خود گردانده اید، این از روی خطا بود، از روی که نیتی عزم نکرده بودید. بعدی که حکم نازل شد شما دست کشیدید. الله خیلی که در حدیث آمده است که
از امتهایش خطا و نسیان و آنچه که اجرا کردند برداشته شده است این گناهش. ولکن ما تعمدت قلوبکم، اما پس از حکم وقتی که باز قصدنگ نامی نسبی کسی رو تبدیل می دهید و به خودتون می گردانید، در این وقت الله عذاب می کند. و کان الله غفور رحیمه. الله می گوید الله بر بنده هایش یعنی بخشنده است و آن گناه هایی که شما کرده اید الله مورد بخشش قرار می دهد و مهربان است. چنان قانون بر شما میگذارد که اگر عمل بکنید مورد مهربانی الله قرار میگیرید. این بود تفسیر مختصری این آیات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.